در ولایت سوق دوامی 4 روز اخیر هوا تغییر یابنده و کم ابر باقی میماند. اگنتی آب و هواشناسی و مرکز آب و هواسنجی ولایت سوق پیشگویی میکند که از سنه 31 ایول تا 3 آگوست سال جاری در ولایت هوای نامساعد در نظر است. سنه‌های 1، 2 و 3 آگوست باشد در ناحیه‌های کوهی باریدن باران کوتاه مدت پیشگویی کرده می شود. همچنین رعد و برق نیز به عمل می آید. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 و در ناحیه‌های علاهیده با شدت نوکی 12 تا 17 متر می وزد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 19-24 در روزانه 35-40 گرادوس گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی باشد شبانه از 9 تا 14 روزانه 24-29 گرادوس گرم می شود و پیشنهاد میکند که آگاهی روزهای 30 و 31 ایول تا 1 آگوست سال 2021 در ناحیه‌های علاهیده ولایت شدتناکی وزش شمال با سرعت 10-15 متر باقی میماند. سردار مرکزی آب و هواسنجی ولایت سوق عبدالولی حمیدوف صبح امروز سنه 30 ایول طریق صحبتی تلفنی به ما اطلاع داد که در اکثر منطقه‌های ولایت طوفان چنگ و غبار به عمل می آید. در روزهای پیشگویی شده در منطقه‌های علاهیده کوهی ولایت سر زدن سیل‌های خصوصیت محلی و پریخی داشته از احتمال دور نیست. در دریای زرافشان باشد بلندشوی سطح آب پیشگویی می شود. دوام 4 روز اخیر در اکثر شهر و نواحی ولایت وزش شمالی سخت و چنگ و غبار در نظر است. از همین سبب ساکنان را ضرور است که در این روزها در کوچه زیاد گشت و گذار نکنند، زیرا چنگ و غباری پیشگویی شده به سلامتی آنها تاثیر رسانیدنش ممکن است. این زمان خودداری کنند آیدی برآمدن به کوچه میتونند که همان چنگ و غباری که آنها میکشند حاضر برآمده است که ماسک گیرند در دهنشان که همون چنگ و غباری که از در اتمسفر آمده شده است از طرفهای پوستینی‌های ترکمنستان و قزاقستان که به وادی فرغانه وارد می شود. آیدی همون چنگ هایی که از 2 میکرون 5 میکرون تا 10 میکرون این میتواند که خطرناک باشد و سلامتی آدم. بنا به اطلاع مرکز آب و هواسنجی ولایت سوق در شهر خوجند تا سنه 4 آگوست حرارت هوا روزانه 35-38 درجه و شبانه 19-24 درجه گرمی را تشکیل می دهد. پگاه سنه 31 ایول ساعت 17 بیگاه باریدن بارانی کوتاه مدت پیشگویی کرده می شود. آب و هواسنجان می گویند که چنگ و غبار دوامی چند روز اخیر به عمل آمده طی چند سال اخیر به قید گرفته نشده است و این حالت چند روز دیگر به تغییر باقی می ماند. در دره‌های زمستان و در دره‌های تیرماه که مقدار بارشات کم بود، نمناکی خواب کم می شود. از همین حالت شمال می تواند که و چنگایی که در بالای زمین هست از خاک و از کم و از ریگ و از دیگر چیزها پیدا می شود. این چنگا را به اتمسفر برداشته و از طرفهای نمدار و طرفهای پیریخدار و به طرفهای کوهی بیارد. این معلوماتی آب و هوا برای 4 روز آخر است که متخصصان آن را پیشگویی می‌کنند. گذشته از این آگاهی برای ساکنان می باشد که در ناحیه‌های کوهی استقامت می‌کنند، زیرا با این وسیله که می باشد هم از رخ دادن حالت‌های ناخوش فوق‌العاده پیشگیری کرده می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.